بله البته که راست میگوید. دوستان عزیز، باور کنید در یک زمانه قرار داریم که ببینید که چقدر شرایط مهیا هست، اما که برادر با برادر مهر ندارد. آخه دوستان میگوید که عاقبت خاک بود، حسن جمال من و تو، خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو. در زنده بودن به قدر یکدیگر برسید. البته که راست، همیشه در زنده بودن به قدر یکدیگر برسید. آیا خدا را شکر گویید که خداوند تن صحت داده است. مال و ملک دنیا همش یافت می شود، اما که تو او را با خود برده نمی توانی. اگر خدا نصیب کند 1 متر کفن را هم بری هم خدا با شکر گو. برای همین دوستار یکدیگر باشید. این دنیای گذرنده است، می گذرد، می رود. فقط پشیمانی می ماند و خلاص.